همیشه کوشش کردم که از حق و حقوق شما عزیزان حمایت کنم تا آنجایی که دستم میرسید. و معلوم است که صحبت‌های ما، سخن‌های ما و تنقیدهای ما البته به همه معقول نیستند و خیلی کوشش میکنن که ما دارای مشکل باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. من یکی از خطیبان جمهوری تاجیکستان میباشم. چند روز پیش در یوتیوب نظر کردم، برآمدیم یعنی عزت امان را نظر کردم طرفی دامالله و خطیبان جمهوری تاجیکستان که آنها یعنی بیسوادم گفتم، یعنی برآمد کرد و در دیگر بار گفتم که در دامالله و خطیبان بیسوادم در اینترنت و یوتیوب در آمدن نمیتونم. ما این را برآمد شده میدیدیم و خبردار نمیشدیم اینترنت و دیگه که دامالله های جمهوری تاجیکستان یعنی در اینترنت در یوتیوب یعنی چی سواد دارن، آنها در آمده یک تگمشه را پخش کرده در یوتیوب در آمدن برای دامالله ها مشقت نیست یا که یگان چی بیسوادی نیست. سیوم دروغ محضی یعنی دروغ محضش این بود که یعنی گفتن که در تاجیکستان دامالله ها بیسواد 99% بیسواد است، یعنی دروغ محض است. زیرا که دامالله ها در بالای منبر در 3-4 هزار آدم خطیبی میکنن، مسئولیت دارن، آنها را در برابر مردم یعنی سخن سوال داده در حال در همونجا جواب آنها را گردانده میتیان و بر اون مردم نماز خواندن و بر اون سوال جواب کردن و بر اونها شد فهمونده میتیان. پس فهمیده میشد که برآمدی عزت امان محض دروغ بوده است و دیگه که دامالله ها و خطیبای تاجیکستان سواد دارن، طبق مذهب امام اعظم روش دارن، عمل میکنن. و سوم دروغ عزت امان همین که در برابر سخنرانیش دروغ‌های بسیاری را افاده کرده به مردم رسانده، یعنی از علم کلام قرآن، از تفسیر، از حدیث با خبر نیستن. این محض دروغ است، زیرا که دامالله یعنی از آیات قرآن، از حدیث، از مسئله فقه اگر با دانش نداشته باشد در بالای منبر به مردم در پاسخ سوال جواب دادن و نماز آنها را گزاریدن و نماز جمعه را گزاریدن این مشکلات سخت است. پس به همین خاطر ما محض دروغ عزت امان در همین جا میبینیم که آن دروغ‌های گفته شده قدر فتنه در برابر قدر غیبت کردن با مردم و این قدر دستور عملی که خیانت به مردم میکنند امروز به همه آشکارا گشت. پس فهمیده میشه که امروز در الله در قرآن میفرماید که استعیذ بالله الفتنة اشد من القتل، فتنه بدتر است از کشتن. و امروز در برابر این قدر دروغ و محض خیانت کردن که عزت امان در خارج میکنه از کجا مبلغ به دست میاره؟ یعنی منفیتی که پول یاری این قدر گرانت‌هایی که به اونها مبلغ گذاری میکنه از کجا میبره که اجاره گرفته خانه در اونجا میرن نشینه؟ از کجا قدر مبلغ به خارج کشور به امریکا و به انگلیس سفر میکنه؟ از کجا مبلغ میاره که وای گفته من ملت تاجیک خدمت میکنم؟ آیا ملت تاجیک به مبلغ خدمت کرده میشوه؟ آیا اونها رو مبلغ شما نگیری اگر تو اونها رو خاصتا یاردم میکنی؟ زیرا که اگر یاردم کردن مسلمان اگر یاردم باشه، اگر دوست بداره مسلمان، اگر برادران مسلمان خودش در یوتیوب در این قدر میلیون آدم یعنی چهار نمیره تحقیر نمیکنه، آبروی ملت نمیرزونه. اگر بدونه که وطن وای اسلامی وای در تاجیکستان فعالیتشون این قدر به خوبی، این قدر پیشرفت، این قدر آبادی که سزای هوای خوب ما زندگی میکنیم، این همش سزای اونه که ما باید شکرانه کنیم. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راهدوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتن چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش رو هم بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید. درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی راست ایستاده
در لباست یا که در تنت نرسد هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه یگان غلط هست یا نه. من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست پیشاب کردن خوب است یا نشسته پیشاب کردن خوب است. حضرت حذیفه که راوی این حدیث است میگوید که بار من پیغمبر خدا را دیدم که فبال علیها قائما، یعنی بالای یک خاک توب، یک توده خاک بود یا یک جایی که همین خاکروبه ها پرتافته میشد یا ما شما غجدی میگیم، غجدی های خانه پرتافته میشد. پیغمبر خدا بالای حمام برآمدند و راستا پیشاب کردند. حضرت حذیفه میگوید این را من با چشم سر دیدم. این حدیث هم مسلم روایت میکند. در حدیث دیگر باز همین اینش در سنن ابو داود است. اگر کسی نزد کسی همین صحیح سته باشد میتواند مراجعت کند. ابن ماجه هم روایت کردگی هستند. عایشه میگوید که کسی که گوید پیغمبر خدا راست پیشاب کرده است باور نکنید. عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا میگوید کسی گوید که پیغمبر راست پیشاب کرده است شما باور نکنید. انا رأیته یبول قاعدا، من دیدم که پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکرده. این سخنی عایشه صدیقه هست. عن ابن عمر عن عمر، اینم در سنن ابن ماجه هست. بچه حضرت عمر از پدرش روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید که رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب کرده ایستاده بودم. عمر فقال یا عمر، پیغمبر خدا میگوید به سوی من خطاب کرد ای عمر لا تبل قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. فما بلت قائما بعد، این سخن عمر است. بعد آنه که پیغمبر مرا خطاب کرد و گفت که هیچگاه عمر راستا پیشاب نکن، من در جای خود نشستم و اصلا دیگر تا آخر حیات راستا پیشاب نکردم. اینا حضرت عمر میگوید. اگر برای کسی سندهاش لازم باشد در سنن ابن ماجه روایت یعنی نگاه کند، انشاءالله در همون باب کتاب طهارت این حدیث ها موجود است. از این خاطر با همه شما مصلحت من همین است که پیشاب در حالت نشسته کنیم. اینش برای ما و شما بهتر است و اینش به آداب نزدیکتر است. به نهایت بهترین صورت شمین است. کسی راستا پیشاب میکند خود کردن گیرد، لکن به برادر مؤمنش کاردار نشود. زیرا توصیه من این حدیث های عایشه صدیقه است، مادر ما و شما که با چشم دیدن پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردن، و حضرت عمر از سخنش که تا آخر حیات من نشسته پیشاب کردم وقتی که مرا رسول اکرم امر کرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتن نگفتن، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسبها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمیتوانستند. امروز